یا خوابمانی که یکی از چاره‌بینی‌های تیره‌ماهی و زمستانی در تمام شکل‌های خواجگیداری منصوب میباشد، اهمیت بسیار کلان اقتصادی استحصالی دارد. مثلا آبمانی ذخیروی یا اینکه یا خوابمانی که اهمیتش را قید نمودیم، این یکم ذخیره گردیدن نمی در موسم تیره‌ماه و زمستان برای ترقیات و نشو و نمای معتدل زراعت ها، درخت ها می باشد. از دیگر طرف برای نیست و نابود کردیدن حشرات های ضرررسانی که در فصل تیره‌ماه و زمستان با زمستان گذرانی با قبط معین خاک داخل می گردند، برای در فصل تیره‌ماه و زمستان هنگام یا خواب ماندن آنها در مورد پست گردیدن حرارت هوا نابود می گردند. از طرف دیگر یا خوابمانی اهمیتش از آن عبارت است که در مورد گرم آمدن بهار تمام درخت و زراعت ها بیدار می گردند. در مورد یا خواب ماندن سرعت بیدارشوی درختان و تاکزارها را سوس کرده و قفا مانده، موسم گلکنی و غوره‌بندی آنها به همون خنکی هایی که در ماه مارت اپریل در نظر داشته شده است مانع گردیده، تلفیابی حاصل باغ و تاکزارها امین نگاه داشته میشه. برای زراعت هایی که در تیره‌ماه کشت بروقتی کشت نموده ایم، برای زمین هایی که برای کشت بهاری آماده می نماییم، برای درخت و تاکزارهایی که چطوری که بالاتر قید نمودیم برای مانع شدن برای بروقت کشاده شوی، برای نیست و نابود نمودن حشرات های زیررسانی که در قبط معین خاک الکی جایگیر شدند اهمیت کلان دارد. یعنی که ماندن آب ذخیروی یا اینکه یا خوابمانی اگر فصل تیره‌ماه زمستان خنک هم که نآید، آب مانده ما ذخیره برای نرسیدن نمی نسبی که در بهار برای زراعت لازم می آید، این امکان می دهد که زراعت از آب تنقیصی نکشد. به همین خاطر ماندن آب ذخیروی وابسته به گروه خاکی زمین ها البته که معین گردیده است. یعنی که معیار آبمانی ذخیروی یا اینکه یا خوابمانی وابسته به نمود خاک، اگر خاک های استرکتورشون اگر ساختشون اگر وزمین باشد معیار آبمانی کم میگردد. در زمین هایی که خاکشون سبک است معیارشون دیگر خیلی مانده شده است. در زمین هایی که سنگلاخ زمین است در آنها معیارشون دیگر معیار نشان داده شده است.